7 نفری که او را همراهی میکردند روز 13 ینور آزاد کردند. منابع خبر میدهد که امردین و رفیقان او در مجموع 8 نفر را کارمندان فیسیبی روز 11 ینور در شهر بلگورود دستگیر کردند. یک برنامه نوی در ولایت مختار کوهستان بدخشان از روز تعیین رئیس نوی ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز شد و الکی روز تا روز این برنامه شدت میگیرد. روز تا روز این برنامه چنان شدت میگیرد که ما الکی تاثیر این را در خارج کشور هم الکی میبینیم. همین روز 11 ینور یکی از جوانان فعال و میتونه یک از لیدران فعال جوانان بدخشان رو نامبر کنیم که امردین علوتشویف روز 11 با 7 نفر از جوانان دیگر در شهر بلگورودی فدراسیون روسیه از جانب FMS روسیه دستگیر کرده شد و با اداره پلیس برده شد و بعد از یک مدت خبر دومی نشر شد که این خبر روز 13 از جانب پامیر دیلی نیوز نشر شد که این نفرانی که 7 نفر با امردین دستگیر کرده شدند آنها آزاد کرده شدند و امردین همون روز یکم وقتی که دستگیر میشن اینا رو میبرند به یک جا و همون روز یکم امردین از اینجا به طرف نامعلوم یا که به سمت نامعلوم از بین اینها جدا کردن میبرند و بعد از یک روز بازپرسی این 7 نفر رو آزاد میکنند. ولی تو حال امردین علوتشویف معلومات نیست نسبت این شخصیت که این شخصیت در کجا قرار دارد. حالا ما اینجا خبر را به سمت شما میرسانم که چند روز پیش رادیوی آزادی از منبعش در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبری نشر کرد که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از باز شدن پرونده نسبت امردین علوتشویف خودداری میکنه. میگه چون این یک پرونده نسبت چون این شخصیت اصلا تشکیل شدگی نیست، پرونده موجود نیست و این شخص تحت جستجو هم قرار ندارد و از بازداشت شدن و یا اینکه ناپدید شدن این شخصیت ما هیچ معلوماتی نداریم. دوستان عزیز، این پرونده میدونید شباهت به چی دارد؟ ما در گذشته چون این پرونده ها زیاد داشتیم. همین پرونده خود ایزد امان که وزارت کارهای داخلی این رو رد کرد، بعد از 2 روز این رو تصدیق کرد و 10 پرونده تو حال پرونده شعبالدین بدل افراش، پرونده رحمت جان محمد جان رو تصدیق نمی کند و همینطور پرونده یک از عضو و راهبر جنبش جوانان برای احیای تاجیکستان مقصود ابراهیموف که سال 2015 20 ینور دزدیده شد و 4 روز ناپدید بود و حکومت تاجیکستان خصوصا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اصلا از باطل شدن شهروندی مقصود ابراهیموف و به تاجیکستان غیر قانونی دزدیدن بردن این شخصیت هیچ معلومات نداد تا زمانی که روز 24 ینور روز 20 ناپدید شد و روز 24 ینور سال 2015 این نفر در تاجیکستان پیدا شد و گویا که این را در تاجیکستان پاسپورتش را باطل کردند و شهروندی روسیه‌اش را باطل کردند و به تاجیکستان استرداد کردند، در حالی که مقصود ابراهیموف یگان بار در این مدت که من یک از شخصیت‌های نزدیک مقصود ابراهیموف بودم در کنارش بودم و با هم تقریبا نزدیک بگیم زندگی میکردیم و هر روز با هم ملاقات میکردیم، یگان پرونده نسبت مقصود ابراهیموف باز نشده بود که مقصود ابراهیموف در کجای پاسپورتش را غیر قانونی گرفته باشد و یا اینکه پرونده نسبتش باز شده باشد که باید پاسپورت مقصود ابراهیموف چیکار کرده باشد، باطل کرده باشد. و مقصود ابراهیموف همینطور ماه نوامبر سال 2014 پیش از دزدیدنش یک بار 6 یعنی حمله طرفش صورت گرفته بود و او را 5 کار در بدنش زده بودند و خصوصا یک کار در این سری سینه‌اش زده بودند که پیش این قدر زیاد مونده بود و عکساش هم در اینترنت هست که شما اون را می‌بینید، میتوانید بدروید تماشا کنید. این ویدیو در سامانه گروه 24 حرکت سیاسی گروه 24 و گروه یا که گروپ 24 میتوانید در یوتیوب ببینید. این نوار در همین صفحه ما در وایگانی هست و شما میتونید این نوار را ببینید که مقصود ابراهیموف خودش این نوار را نشان میدهد که چطور از جانب کسانی که از طرف رحمانوف دستور داده شدن که برای سلام ما را برسون و ایرا به قتل برسونید و مقصود ابراهیموف خودش در اونجا قصه میکند که اول اومدن به طرفش سلاح گرفتن و بعدن وقتی که سلاح تیر نپران با او چکار کردن، با کارد
حمله کردن و چند تا کارت او را زدن و خوشبختانه مقصود ابراهیموف زنده ماند و دیدن که با این طریق نشد، مقصود ابراهیموف رو دزدیدن. یعنی پرونده امردین، یکی از لیدران جوانان بدخشان، شباهت با این پرونده های سیاسی دارد. طوری که من در گذشته گفته بودم و دعوتم کرده بودم از تمام مردم بدخشان و دیگر جوانان که تنها مبارزه بودن با یک منطقه یا که اتحاد شدن در نزد جوانان یک منطقه راه حل نیست. بیایید با هم باشیم. اگر ما با هم نباشیم هیچ وقتی ما نمیتونیم این حکومت دیکتاتوری را از بین ببریم. بیایید با هم باشیم. اکنون دیدید که شما را در تنهایی همین طریق میدوزند میبرند. برای حکومت رحمان حتی چهارشنبه که یک بار گفت که جنایتکاران باید به جوابگری کشیده شوند، او را از روسیه پرونده یک ساله پیشش را پیدا کردن و گرفتن، دزدیده و تا یوم دپورت کرده و تاجیکستان بردن. حالا اینکه شما در تظاهراتی که در شهر مسکو روز 25 برای 25 نوامبر برای برقرار شدن عدالت در شهر خاروق و به جوابگری کشیدن جنایتکاران برگزار شده بود، در اونجا اشتراک داشتید و این علاقه برای حکومت رحمانوف یک جنایت به شمار می رود. همون طریقی که در نامه‌های زیادی که برای جوانانی که در سیاست هستند از داخل وزارت کارهای داخلی و یا که از پرکاتور گنرالی روان کرده می شود، در اونجا نوشته شده است که من با نام خود، یعنی به خاطر بخشیدن و یا برگشتن به تاجیکستان، من از سیاست دست میکشم. در اونجا گفته نشده است که من از کدام حزب‌های سیاسی که در تاجیکستان ممنوعن از اونها دست میکشم، یا اینکه امثال چنین جزئیات‌ها در اونجا ذکر شده است که من از سیاست دست میکشم. و یعنی رفتن شما به نزد سفارت علیه این ربط دارد به سیاست. طلب‌های شما برای برقراری عدالت و یا اینکه به جوابگری کشیدن شخصیت‌هایی که در اونجا جنایت کردن، این علاقه خودش نشان دهنده دخالت مستقل شما در سیاست است. این برای حکومت رحمانوف جنایت است و من ده ها بار در اینجا دعوت کردم که برادران عزیز، هموطنان عزیز، ما و شما هم از یک قوم هستیم و یک کشور داریم و هدف ما یک چیز است: سرنگون کردن حکومت دیکتاتوری و اولادی رحمانوف و برقرار کردن عدالت اجتماعی و اولویت قانون و شایسته سالاری در تاجیکستان و برابر حقوقی. و اگر ما و شما اتحاد نشیم، اتفاق نشیم و برای برقرار کردن این چیزها ما را اتحاد نکند و برنخیزیم، باور کنید همین خیلی در تنهایی همه ما و شما را چکار میکنند؟ میبرن یکتا زندان میکنن و از دست ما و شما هیچ چیزی نمیآید. دوستان عزیز، من به این مقاله ای را که در سامانه بامداد نشر شده است از منبع پامیر دیلی نیوز برای شما میخوانم و برمیگردیم به اون مقاله‌ای که دیگری و هم نوارهایی هستند از روند جلسه‌ای که در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار کرده شد و اونجا رئیسای ناحیه ولایت مختار کوهستان بدخشان و وزیرایی که در اونجا هم و همچنان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان صحبت‌ها است و اون نوارها را من در روند برنامه برای شما میگذارم و اگر بچه‌ای که در استودیو هستن میخوان با ما پیوست شوند و در این موضوع صحبت کنن، ما خواهش میکنم داخل شوند صحبت کنیم و از دیگر برادرانی که از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند مخصوصا از شما تقاضا میکنم که به برنامه ما بپیوندید و معلومات بیشتری را در این مورد برای ما برسانید و اگر ما در پخش مستقیم هم نباشید، شما معلومات زیادی رو به دست آوردید، شما میتونید با نفرای ما و رسانه‌های ما و ایمیل آدرس این که در سامانه گروه 24.net هست، شما میتونید در اونجا نامه ارسال کنید و ما با شما در تماس میبریم. و اینکه در اینستاگرام ما سامانه داریم، در فیسبوک ما سامانه داریم و در هر جایی که برای ما یک مراجعت کنید و خبرهایی را برای ما برسانید تا ما جامعه تاجیکستان و شهروندان تاجیکستان را و جامعه جهانی را برای ناعادلاتی که در تاجیکستان کرده می شود با خبر بسازیم، تا اینه که تا چندی بیشتر بتوانیم سر راه ای را بگیریم و مردم تاجیکستان را از این طریق اتحاد و اتفاق کنیم تا اینه که به اون هدف اصلی که دیگرگون کردن جامعه تاجیکستان است با اون آماده برسیم. خب من این خبر را برای شما میخوانم که برادر ما امردین علوچویف لیدری جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان از فدراسیون روسیه چطور دزدیده شد و در مورد اون رسانه‌ها چی میگویند. خب پایگاه مستقل پامیر دیلی نیوز که تحولات مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند روز 14 ژانویه خبر داد که خبر بازداشت یک از لیدران غیر رسمی بدخشان امردین علوچویف در روسیه تصدیق شد.
هفت نفری که او را همراهی میکردند روز 13 آزاد کردند. منابع خبر میدهد که امردین و رفیقان او در مجموع 8 نفر کارمندان فیسبی روسیه 11 ینور در شهر بلگور را دستگیر کردند. بعد چند اتوله شویو را به از بقیه بازداشت شدگان جدا کردند و در حال حاضر در کجا بودن او معلوم نیست. گفته می شود در گزارش پامیر دیلی نیوز. پیشتر این رسانه خبر داده بود که بنا به اطلاع پیدا کردنش علوچویو را به تاجیکستان می سپارند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دوشنبه آورده شدن او را رد کرد. یعنی علاقه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دوشنبه آوردن این شخصیت را علاقه رد کرد است که در تاجیکستان قرار ندارد، در حالی که این شخصیت به گفت اونا در جستجو قرار ندارد. اما طوری که در این بالا ما میبینیم علاقه 7 نفری که او را همراهی میکردند روز 13 ینور آزاد کردند. منابع خبر میدهد که امردین و رفیقان او در مجموع 8 نفر را کارمندان فیسبی روز 11 ینور در شهر بلگور دستگیر کردند. این دقیقاً ما میتونیم حدس بزنیم که این کاری با درخواست حکومت تاجیکستان شده است، وگرنه در روسیه بیکار مردم رو دستگیر نمیکنند. خب دوام روز 13 ینور برای درباره سرنوشت یکی از لیدران غیررسمی بدخشان امردین علوچویف از روسیه خبرهای گوناگونی به دست میرسد. بنا به برخی منابع امردین علوچویف اخیراً در حدود ولایت بلگورود روسیه هنگام عبور مرز روسیه به اوکراین با حجت‌های قلبکی دستگیر شده است. منابع دیگری میگفتند که او را بر اساس معامله به مقامات تاجیکستان سپاریدند و او یا در صدد استرداد به دوشنبه و یا شاید حتی الکی در دوشنبه در حبس قرار دارد. ولی نزدیکان علوچویف اصرار می‌ورزند که او در آزادی قرار دارد، ولی در پی یک کوشش بازداشتش در مسکو در یک مکان امن پنهان کرده شده است. یعنی امن پنهان کرده شده است. امردین علوچویف زاده نویه رشقله بوده، 44 سال دارد. اسم او بار اول در اکتبر سال 2018 وقتی در سرخط خبرها افتاد که مقامات در قطار 7 لیدر غیر رسمی بدخشان با علوچویف نیز یک پروتکل علیحده امضا کردند. بر اساس آن سند علوچویف عهده‌داری میشد که تشکیل گروه‌های جنایتی دست کشیده جوان را به ضد حکومت نشوراند. علوچویف سال 2019 به روسیه رفت و به زودی یکی از لیدرهای بانفوذ دیاسپور زادگان بدخشان در این کشور شد. گفته می شود که علوچویف در حل مشکلاتی که به سر مهاجران بدخشانی در روسیه می آید کمک می کرد و برای جوانان این منطقه در مسکو و دیگر شهرهای روسیه تالارهای ورزشی تشکیل می کرد. امردین علوچویف را یکی از تشکیل کنندگان میتینگ شام 25 ینور در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو میشمارند. او از جمله آنهایی بود که آن شام با سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه گل محمدزاده ملاقات کردند و طلب‌های اعتراضگران را به وی رساندند. به دنبال در صحیفه مربوط به فرمای جواب علوچویف را نفر نامیدند که گویا با جرم تجاوز تحت جستجو قرار دارد. شما فابریکه جواب را میشناسید. یکی از فابریکه‌ای است که زیاد وقتا با تهمت مردم تاجیکستان و بی‌ناموس گردیدن مردم تاجیکستان مشغول است. این فرمای جواب در طول چند سال اخیر تمام خانم‌های تاجیکستان را با نشر و عکس غیر اخلاقیشان چکار کردن، بی‌ناموس ساختن و کار کردن آبرویی و مدنیت مردم تاجیکی رو پس بزنن و با خبرها و نوشتجات‌های غیر منطقی و غیر اخلاقیشان در جامعه تاجیکستان علاقه به فرمای جواب مشغولن و فقط کارشان تهمت و بد اخلاقی گردانیدن مردم و جامعه تاجیکستان میباشد. خب میگذاریم دوام خبر. علیشیر میرزاناباتوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و دلیر جمعه وزیر انرژتیک تاجیکستان روز 10 ینور
در یک جلسه در خروق علیشیو رو سرکرده گروه جینایی نام برده و آن ایبدار کردند که زادگان این ولایت را در روسیه به ضد حکومت میشورانند. دوستان عزیز، شما یک بار به منطق همین نهادهای قدرتی و فرمای جواب و رئیسان و ولایت‌های مختار کوهستان بدخشان و یا اینکه دیگر کسانی که در حکومت کار میکنند نظر کنید. ببینید در بالا حاضر ما و شما خوندیم که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از باز شدن پرونده نسبت امردین علوچویف رو مثلا رد کرد. گفت که نسبت این شخصیت یگان پرونده جنایی باز شدگی نیست و اون تحت جستجو قرار ندارد و ولی خبر دیگری هم در این باره نشر شدگی است که در اونجا کاملا در این باره ذکر شدگی است. من اون رو برای شما میخوانم. ولی نقطه مهم این است که شما ببینید در حالی که وزارت کارهای داخلی این چیز رد میکند، میگوید که یگان پرونده نسبت این شخصیت باز شدگی نیست، نسبتش پرونده جنایی باز شدگی نیست، در جستجو قرار ندارد. اما در اینجا شما ببینید رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و دلیر جمعه وزیر انرژتیک تاجیکستان، وزیر برق کارش به این کاروبار داخلی یا اینکه جرم و جنایت چی باشد؟ وزیر برق باید کاروبارش دنبال اون فساد و اون کارهایی است که در تاجیکستان امروز صورت میگیرد. یعنی اون برق دزانی که امروز قدر برق جامعه تاجیکستان میدزن، چرا امروز تاجیکستان ما بیشتری مناطقش بی برق است؟ با جای اونه که برای کوشش تلاش کنه کسانی که امروز مردم رو برقشون خاموش میکنن، برق مردم رو میدوزن، مردم رو میان به یگان گناه جریمه میبندن، پول مردم رو ناعادلانه برای غیر قانونی حساب کردن و از بیسوادی مردم استفاده کرده پول اونها رو میدوزدن. اینها را یک طرف گذاشته اومده است در بدخشان میگوید که فلان جنایتکار است، در حالی که این کار یکی از وزیرانی که خصوصا وزیر انرژتیک نیست. ولی به هر حال شما نظر کنید، اینا میگویند که روز 10 ژانویه در همون جلسه‌ای که برگزار کردن در شهر خروق علوچیو رو سرکرده گروه جنایی نام برده با آن ایبدار کردن که زادگان این ولایت را در روسیه به ضد حکومت میشورانند. شما منطق رو ببینید. وقتی که یک نهاد دولتی که مسئول این کار است، مسئول است که باید جواب بده که کی پرونده نسبتش باز شدگی است، کی پرونده باز نشده است. او میگه که پرونده نسبت علیشیر میرزا یعنی نسبت امردین علوچیف باز نشده است، ولی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان این نقطه را ذکر میکنند، وزیر انرژی دیگه این نقطه را ذکر میکنه که نسبت اون پرونده باز شده است. پس منطق اینا در کجاست؟ چرا اینا دروغ میگویند؟ یا وزارت کارهای داخلی دروغ میگوید یا ایناش دروغ میگویند. ولی اگر در یک کشور دموکراتیک و مردم سالاری می بود، هم وزیر انرژتیک و هم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان برای این حرفا گفتنشون در نزد قانون چیکار میکردن؟ باید به جوابگری کشیده میشیدن. اینا باید در نزد قانون جواب میگفتن. اما در کشوری به مانند تاجیکستان و که حکومت اتوریتری است یا دیکتاتوری، در این حکومت ها متاسفانه چنین نیست.